این مرد زمانی که داشت کار میکرد یه تیکه الماس پیدا کرد و مخفیانه داخل دهنش پنهانش کرد، اما نگهبان متوجه این موضوع شد و به همه دستور داد دست از کار بردارن. نگهبان روبروی مرد ایستاد و ازش خواست الماس رو بهش بده و به محض اینکه مرد این کارو کرد نگهبان همونجا کشتش. این باعث وحشت تمام کارگرا شد. روز بعد این مرد درست همون جای قبلی الماس پیدا میکنه، ولی این بار الماس اونقدر بزرگ و ارزشمنده که مرد بعد از فروشش میتونه یه زندگی رویایی داشته باشه. مرد دو به شکی که با الماس چیکار کنه که ناگهان پمپ آب میترکه و حواس همه پرت میشه. مرد از فرصت استفاده میکنه، الماس رو بین انگشتای پاش پنهان میکنه و وانمود میکنه که میخواد بره دستشویی تا بتونه فرار کنه، اما در همین لحظه نگهبان جلوشو میگیره و بدنشو بازدستی میکنه. خوشبختانه اون چیزی پیدا نمیکنه و اجازه میده مرد بره، اما درست زمانی که مرد میخواد الماسو خاک کنه ناگهان